5 نوشیدنی که شما را چاق می کند. مصرف نوشیدنی ها می تواند باعث افزایش وزن شود، چرا که اغلباً آنها دارای مقدار زیادی قند و کالری هستند و احساس سیری کامل را به ما نمی دهند. بنابراین در طول روز باعث پرخوری می شوند. همچنین نوشیدنی های شیرین می توانند باعث افزایش سطح قند خون شوند و بدن را وادار کنند که قند اضافی را به عنوان چربی ذخیره کند. سلام دوستان عزیز، من دکتر فاطمه میرزاده هستم و شما بیننده این ویدیو از یوتیوب چینل استار میدیا هستید. در ادامه این ویدیو به 5 نوشیدنی که باعث افزایش وزن می شوند اشاره می کنیم. اما قبل از آن یوتیوب چینل استار میدیا را حتما سابسکرایب کنید و آیکون زنگوله را فعال بسازید تا از ویدیوهای بعدی ما با خبر شوید. نوشابه های انرژیزا. نوشیدنی های انرژیزا اغلباً حاوی قندهای اضافه شده و کافئین هستند و می توانند به طور غیر مستقیم بر مدیریت وزن تاثیر منفی بگذارند. اسموتی میوه بدون پروتئین. اسموتی نوشابه است که از تکه های چندین میوه ساخته می شود و اسموتی ها که معمولاً به عنوان غذای سالم در نظر گرفته می شوند ممکن است در صورت کمبود پروتئین که وزن را کنترل می کند به بمب‌های قندی تبدیل شوند. با افزودن ماست یونانی یا پودر پروتئین به اسموتی میوه خود می توانید میزان پروتئین را افزایش داده و در رژیم کاهش وزن خود مؤثر باشید. آب میوه. بسیاری از میوه ها علی‌الرغم تصویر سالمی که در ذهن عموم افراد وجود دارد حاوی مقدار زیادی قندهای اضافی هستند و ممکن است باعث افزایش وزن شوند. متخصصان تغذیه به دلیل وجود قندهای غلیظ در این نوشیدنی ها که می توانند سطح قند خون را افزایش دهند و باعث افزایش دریافت کالری شوند نسبت به مصرف این نوشیدنی ها به نظر سالم هشدار می دهند. نوشیدنی های الکلی. نوشیدنی های الکلی نقش مهمی در افزایش وزن ایفا می کنند و تاثیرات منفی روی متابولیسم دارند، زیرا مصرف بالای آن می تواند منجر به ذخیره چربی بیشتر و کاهش سطح قند خون شود و همچنین احساس گرسنگی را افزایش می دهد. قهوه لاته. اگرچه قهوه سیاه حاوی آنتی اکسیدان ها و فواید بسیاری برای سلامتی است، اما مشتقات قهوه مانند فراپوچینو و لاته همان فواید را ندارند. نوشیدنی های مانند لاته حاوی شیر، خامه، قندهای اضافی و غیره هستند که باعث افزایش وزن می شوند. در حالی که نوشیدن 1 فنجان قهوه در صبح به دلیل کمبود کالری می تواند در کاهش وزن مفید باشد، اما نوشیدن 1 فنجان لاته در طول روز ممکن است باعث افزایش وزن شود. از اینکه تا آخر این ویدیو ما را همراهی نمودید از شما سپاسگزاریم.